دین شریعت به سوتا آمده به سوتا چیز زلالت تحت زلال سعید چیزی که باشه سوتا شد تو غیر از دین و در دین تایی تحت زلال سعید چی رو نگه اسلام به سوتا آمده تو که نماز نخوانی اینجا ما نمانیم یا نماز بخوان یا برو دیگه اتاق بگیر ها خانه شخصی کسی نیست خانه شخصی کسی نیست خانه کسی نیست آفرین خانه کسی نیست نه نماز خواه رای خدا است دیگه چرا امر خدا را قبول نمی کنی نماز نمیخوانی یک روز نماز خواندی صبح نه نه هر روز میخوانیم نگه و نماز تو ملک درست باش از این خوب است کم بر از این نماز خوب است این ببینم اتاق ببین تو چی جور کردی خطه اونجا دختی لیلا اونجا دختی یک بازار جور کردی بازار اتاق بانده اونجا که اونجا در شطورا که کامی اندازی همینطور بانده جور کردی یک سوال از همین گلبیدی نکبتر مسلمان است؟ کی؟ در نماز میشینه گلبیدی نکبتر؟ چه؟ گلبیدی راکتیار راکتیار میگم بودو نکبتر؟ شو ما اینجا چی ششتیم؟ نه شاشتن تا نمیگم گلبیدی نمیگم دفعه باش که همون گرد میزنیم تو صدا میدن از کدام کوختاو شدی گلبیدی دیگه شو چی بود؟ مرکب بود در رادیو 100 نفر ششتیم و یک دختر خیست اینطور لایق بوده این دختر اینطور لایق بوده که اندازه نداره اینطور سوال میکنه اینطور سوال کرد گلبدین نیم جز ملامت کردن نتانست نیم جز شو آخر مرکی پر زده اخواست آخر مرکه ما شیشته یکی خلاص شد پس ما کسی که گناه خدا قبول نکنه حقیقت چی ملامت داره گفت گوش این حال تو اگر گناه داشته باش قبول نکنی هم خدا توبه همو گپ ما میزنیم گپ گوش همو گپ ما میزنیم حالا مردم تو کشی بیایی همو گپ ما میزنیم دورا حکمتیار گفتن که سوال کرده که تو را قصاب کابل چی را گفتن قصاب کابل داری کردن همو گفتم نه قصاب کابل چی را گفت او گفت که ما 3 فرانسوی را خبریه را کشتم 3 فرانسوی نیست هزاران مسلمان را کشتن به زبان خود ما میقرار نمیکنه او به زبان خودش میگه که ما این را کشتیم نمیگه خب خیر هر رقم که از خود جنایتکار فاش خود مطلب ملامت نمیشه حالا تو قبول میکنی که 100 نفر کشتیم نمیکنی کی؟ مثلا او حکمتیار قبول میکنه به زبان خودش نمیکنه بخاطر که جنایتکاره جنایتکار است جنایتکار خیلی مردم کشته جنایتکار بان تو که نماز نمیخوانی تو چیستی؟ ما نماز خدا میخونیم حداقل نفر که نمیکشیم یعنی ما نه جهاد به نام جهاد پول مردم نمیگیریم به نام جهاد دزدی نمیکنیم به نام جهاد هیچ کار نمیکنیم برای خودت میریم برای خودت نماز خدا میخونیم عبادت کنیم نماز نخواندن چه گناه کبیره من ترک الصلاة همه نمازم بخوانی همه آدم خفن باشی دیگه گبر گوش نمیگیری فقط همون پای بالا تو همه جا خان وردیشی گوش نمیگیری ما نه همین مطالب یک قسم نمیباشم مطالب یک قسم نمیباشم مطالب حق پرست حق تاکید تو نه تو می مطالب در مقابل نماز نخوانیم ما حدیث میخوانیم تو گوش نمیگیری نه در مقابل زوج وقت سر شخص نمیکنم آدم که حدیث گوش نمیگیره بده بخیر حدیث تا خوانده بده این دروازه رو کلوف نکنین خود این روزی بچه کلوف کرده بود چی کنم هایی؟ دارون این طور کلوف نه کرده کشتار دوست افغانستان دیگه مشکلی گپ گوش این طور کلوف هم رفته بعد این طرف برآمده پیش کرده و پرم کلوف شد اینانی احتیاط کنین یک نفر اینجا باشه که بعد کلوف نشه و این کلی هم نداره خودش میفهمه کلی نداره خودش میفهمه رینگ سر میفهمه کلی نداره دین رو به ایله خواری ما آواز کنیم او آواز کردن نتانیشی بچه بود ما آواز کنیم به ایله خواری صابر بخیر حدیث تا خوانده بده